توه همتون چطورین برعکس خفن یوتیوب؟ برعکس اومدیم با ویدیوی آموزش تغییر ریجن به ریجن امارات. بزن بریم سراغ این ویدیو. Let's go. اول میریم سراغ این مسئله که چرا بقیه ریجن رو عوض میکنن و اینقدر به ریجن اهمیت میدن. نکته اول، هر ریجن یک سری ایونت های به خصوص خودشو داره. برای مثال ریجن آلمان الان خیلی وقته که ایونت خاصی نیاورده واسه ایونت الماسا و ایناش، یعنی لباس خاصی نیاورده. اینجام که بخوام بهتون نشون بدم الان یک کانت ریجن آلمانه و اگه ببینید خیلی وقته که اصلا فکر کنم 1 سالی میشه که این لباس اصلا تغییر نکرده. این وایس پک که اصلا مال سیزن دایناسور هست. اینجوری بهتون میگم. نکته دوم، بونوس چالنج. بونوس چالنج چیه؟ بونوس چالنج یک سری مسابقات داخل پابجی موبایل که شما میتونید با بازی کردن و جمع کردن یک سری امتیازها یوسی دریافت کنید. این واقعا فوق العاده است. اگه دوست دارین ویدیوشو درست کنم تو کامنت ها بنویسید. نکته سوم، شانس اکانت. طبق شایعات و افسانه ها میگن که شانس اکانت به ریجن بستگی داره. من خودم اعتقاد نداشتم ولی خب دیگه چیزیه که میگن. و ریجن امارات هم یکی از خوش شانس ترین ریجن هاست از نظر خودم، با اینکه اعتقاد ندارم ولی ایمان آوردم. برعکس واسه تغییر ریجن شما باید برین داخل ستینگ، اینجا گزینه چنج که واسهتون اومده اینو انتخاب کنین و الان یو اس ای واسه من اومده که من یو اس ای رو نمیخوام و میخوایم بریم ریجن امارات رو بزنیم. Let's go. توسعه ریجن امارات ما نیاز به این VPN داریم. VPN UAE داخل فروشگاه پلی هست یا همون گوگل پلی. این قسمت شما وارد میشین داخل سرورهاش تا من بهتون نشون بدم. این قسمت شما وارد میشید، اینجا کلیک میکنید و این بالا روی گزینه فری میزنید و دبی رو انتخاب میکنید. جلوش نوشته مثلا دبی 3، دبی 2 و اگه بگردین، حالا قبلا به ترتیب بود الان نمیدونم چرا اینجور شده، دبی 5. از دبی 1 تا دبی 5 واسه شما رایگانه. شما باید به یکی از این سرور وصل بشین. بچه ها این نکته من بهتون بگم، یه نکته بهتون بگم، هر کدوم از این سرورها ممکنه یه ریجن دیگه اصلا به شما بده و کاملا رندومه. به پرچمش نگاه نکنید. مثلا من خودم یه بار دبی 3 رو زدم و به هم روسیه تحویل داد تو خود بازی. بین این سرورها هی تغییر بدین. بین سرورهای امارات یکیش UAE و هر دفعه هم تغییر میکنه. من نمیتونم دقیق بهتون بگم که کدومه، ولی چند بار امتحان کنین و داخل بازی بشین میتونین ریجنتون رو تغییر بدین. به امارات میتونین تغییرش بدین و تمام. مرسی که این ویدیو تا اینجا تماشا کردین. عشق منید، عشق بگرید. تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.